فریده بس است اکنون. هم عمم هم تو مثل کودکان رفتار میکنید. پشیمان میشوی، گریه میکنی. حالا وقت است تو رو آگاه کردنیم. اگر مادرت برایت عزیز باشد به نزدش شو، او را به آغوش گیر، از راهش برگردان. وگرنه دیگر او را نمیبینی. این پیرزنی که دیروز آمد شما اینجا ایستاده فکر او رو میکنید، اما چرا با مادری خودتون این خیلی رفتار میکنید؟ ینگه من شما رو میبرم. او رو دریافت میکنیم؟ نمیدونم، باید زود برایم. من زنگ زده بودم، حاضر میبرایم دختر. مایش بخیر است آقای کمال. خانم آسیا با من با خوردن خواست. گفتنیه داشته است. مایلش گذارید مرحمت. خانم آسیا کجاست؟ در داخل. آمدنی تو را نمیداند. دیدم برابر خرسند خواهد شد. خانم آسیا خوب هستید؟ آقای کمال شما اینجا چیکار میکنید؟ تو جر زدی. آخر با دیگران دست نمیرسانم گفته بود. من به این هم دست نمیرسانم. شما خودتون بینتون حل کنید. سلاح را آوردی؟ با من ده. این سلاح را دیدی؟ با این سلاح میمیری. قاتلت کمال. این کار رو با من کرده نمیتوانی. اما آدمی من کرده میتواند. و 3 سال دخترت نگاه نکردم میپراند. دختر؟ دختری او و دختری تو. با همه کار کفالت میدهم. از این روز چیزی که گویم با جان و دل اجرا میکنید. امیر سری وقت میرسیم. شما خواطر نشوید ینگه. با راضی خداوند من شما را به مادرتان میرسانم. یا اینکه در راه میبینیم نشود. البته در هواپیما خواهید دید. ینگه اما شما کاری کنید که نرود. حتما صدی راه شوید. رفتن نمیمونم. گفت که همه پلیسانی در بیرون بوده روند. سلیم بود کی بود؟ کمتر پس میروند. دیگر در کار نیستید گویی. من هم زنگ زدنی بودم. چی شد سلیم؟ مادرم رفتن؟ حالا نرفتند و گفتند که مرا منتظر نشوید. همه اتون روید. آقای کمال هم حاضر آمدند. اینجا با مانندی بازار شد کن. فقط در همینجا تو نمیرسیدی. زود بندهای او را گشا. کی آمده است؟ کی میشد فریده؟ اما خرسند نشوید چون که سلاح در دست در خونه میایستم. اگر یکون خطا بدونی هم تو را و هم دخترت را میپرونم. کنی اکنون زودتر جواب دهی.
مادرم کجاست؟ دخترم دیگر منو تنها نگذارید مادر. التجا میکنم. منو تنها گذاشتن دیگر تنها بودن نمیخوام. برید فرمای گذشته رو فراموش کنید. منو ببخشید. کمی نفهمید. ببخشید منو. دیگر شما رو نمیرنجانم هیچگاه. چی کاری کنید من رو دیم. فقط منو ترک نکنید. تنها نگذارید مادر. فریده مجبور میشم. با من باوری نداری فریده؟ من برای خوبی تو میکنی. تو بهبودی امینه رو نمیخوری. میخواهم اما با این شلوخه دارم. فریده همین چی لازم. من مادرت میشم. من چیزی گویم همان خواهد شد. با من سوالی زیاد نداشت. آقای کمان کودکیگم از برای صحبت قسم رو با من کم کنید. با گفته های مادرت گوش کن فریده. باور کن او مادر است. فریده من برای همین لحظه زندگی کردم. همین لحظه رو منتظر بودم. همین لحظه رو. دیدی خیلی باشد چرا من رو تنها میگذارید؟ چرا من رو تنها میگذارید؟ چرا؟ فریده زندگی قانونهای خود را دارد. قانونهای نانوشته است. میفهمید فریده؟ بعضی کارهایی هستند که اصلا وابسته نیست. این یکی از اون کارها. حاضر وقتی رفتنت شده است فریده. مادر با من گوش کن. راحت باش. من همیشه بود بودم. التجا میکنم مادر جان نروید. فریده رو از اینجا رو. احسن چه خیلی باشد مثل من خوب بازی کردی. برای این کاری کرده دخترت رو نجات دادی. اما بسیار فکر نکن. یگان فایده ای ندارد. کمال آماده ای؟ این خیلی باشد فکری برآمده را کنیم. ینگه بیا از اینجا میرویم. رفت که مثل ارمن هم روم. رفتن گرفتیم. ایستادن از فایده ندارد. مایوش راضی نشد ینگه؟
میرود. نمیدونم برای چی، اما گفت که از این جایها میرود. این تلفن رو گیر، به اشیل زنگ زن. به این مبلغ گذراند. سیمراوز گور کیست؟ کارا چی هست؟ این به تو دخل ندارد. مادرش است. همان پول را به او میدهی؟ او خبردار نمی شود. در محبس است. تو میفهمد من که ها پول ها رو میگیرم. تو بسیار گپ نزن. رو زودتر. بین کنی پلیس ها حالا هم آنجاین. زودتر. تو زنگ زدن گیر. زود. من نمیفهمم یانگه برای چی با رفتن مجبور بوده است؟ کمال با شما یگون گپ نگفت؟ او چنان گپ زد که گویا دیگر او را نمیدیده باشم. دلش نمیشدد که گوید گویا که به سوی مرد میرفته باشد. خدا رحم خورد یانگه. شاید از ضرورت همیشه گفته باشد. کودک ها مادرشان رو هیچ وقت گوش نمی کنند. همین خیلی نیست. من هم مادرم رو گوش نمی کنم. برمیگردیم امیر. من نمیمونم که رود. خدا رفته باشه. با کجا؟ دوران دنگی رسیده خبر میدیم. مادر جان، مادر در پایان نباشند. در حال کسی هست. أنا همين
این رو گیر. کارش رو تمام کن. زنده بودنی دخترم راست کجا میفهمم؟ خیلی با تو باور کنم. خیلی آسان. با دختر بی با پدرش رفتم. فقط از من خبر منتظر شم. اگر بعد 15 دقیقه خبر نگردم کار رو تمام کن. دخترم خوب هستی؟ میایم کمتر پس در نزد میشوم فقط نفس. شنیدی اکنون 15 دقیقه داری. خیلی کار خوب میکنی اگر زود انجام دهی. من رو ببخشید خانم آسیا. خیل شدنش رو نمیخواستم. میفهمم بابایکم. هر دویم برای دخترهایم. خانم آسیا شما ماشین رو بیارید. حاضر کنار ما رو به نزد دخترم میبرد. تو همین تا فکر کن. خانم آسیا زودتر وقتمان کم است. تو ما رو فریب دادی. اگر مرم هم جای دخترت را نمیگویم. خوبش این قدر بلند گپ نزن. کلیدت کجا؟ خدای بهوده انتظار نشم. 2 دقیقه دارد. بعد از این کاری دخترت حال می شود. با او زنگ زن وگرنه از ناخونی پایت سر کرده تا ماینه سرت میپرانم. زودتر بازی نکن. زنگ رفت. حاضر جواب میدهم. در وقتش رسید. آسیا در کجاست؟ یک ضربه دیگر روی بسرش خورد. در نزد ماشین خوب است. خب با گناه این دیوانه قریب میگریخت. او گناه ندارد. گناه تو است. مگر به دستی کمال سلاح میدهند. باز به من گفتی که ناید. باز سر کردی دل. چه میگویی؟ بیا اکنون میرویم. حالا نه.
احمقی نکن. صدای پروندنت برایت همه شنیده می آیند. من به تو میگویم که اون زن در زمین خواب است. یعنی چی؟ این فرصت رو از دست دهم؟ ببین چی طور مثل گوسفند خواب است. آخر پول رو گرفته می رفتیم. من نمیخواهم باز در از خانه بپرسم. کنی زودتر راه گرد، باز به سرمون بلا نواری. بیا زودتر رفتیم. دیوانه شدی؟ چطور این کار را کردی؟ چه فایده دیدی؟ زوق بردم؟ سلاح رو ده میگویم. عقلت رو گم کردی. چیگم؟ میترسی که تو رو هم میپرانم؟ حالا نوبتی حرف شوخی نیست. بهودگویی نکن. ما گیر با اوش آمده. درش را کشو. سلاح را ده. جنور دیگر بلا نمیخواهم. ده و من اگر کلید را ندهی تو رو میکشم. کشو در را. کشو. کنی فرا بخیر است و استراحت میرم. به این هم من تو رو میفرستم. با کمال چکار کرده؟ کنی در را کشو. به این هم تو رو میفرستم. ای خدا جان، چی تاو شد؟ کی پرونده است؟ آمام در کجا فریده؟ یشیل مادرم کمی پیشتر بر آمده است. او نیست همین طور نه؟ او این کار رو نمی کند. یشیل وقتی که من به اون خانه رفتم مادرم تینو رو انتظار بود. در دستش سلاح داشت. ماشین رقم دولتی 34 او به 9878 را دستگیر کنید. آمام نمی پراند. آمام نیست فریده. آسیا کارکانیولی تکرار بکنم. آرام شد. ماشین را با رقم دولتی 34 او به 9878 دستگیر کنید. شخصی در کافتگاه بوده آسیا کارکانیولی. و فرودگاه خبر دهید برآمدنش را من کنم. سلیم شما از زیر و زر اینجا چیکار کردید؟ چیکار کردید میگویم؟ اینقدر پلیس از زیر و زر اینجا چیکار کردید؟ چطور نشونیدید؟ چطور ندیدید سلیم؟ رفته زود سطح کامیراها را نظارت کن. هر کسی به خانه در آمده یا بر آمده را همشون دیدن میخواهم. خوب شد رفت کمیسر. با آدمت زنگ زن. با دختر ضرر نرساند. زنده مانده چی کار میکند؟ پدر و مادر ندارم. تو چه انسانی به وجدانی؟ تو را انسان گفتن هم. او را دار. حاضر باشه 94 میشم. گوش کن آرام شین وگرنه دستانت را میبندم. من این را در یک کنار من کنم؟ احمقی نکن دینار. او کفالتی ما. تو رفتنمون باید در برمون باشد. مردهش رو چی کار میکنیم؟ تو چرا با این مخلوق همراه شدی؟ چی گفته تو را فریب داد؟ با چی میشد؟ با پولی مانده تو؟ او مادری من است.
چرا او زنگ نمیزند؟ من از پدرم رفتن نخواهم. دهانت را پوش. گریه را هم بس کن. گویا تو را در اینجا نگاه داشتن به من محکول باشد. تو حساب را تفتیش کردی؟ یگان خطاگی میساختی؟ نه جانم، چه خطاگی شده میتواند؟ دیدم گذشته است. آن پول را خورده نمیتوانید. دیر یا زود اشیل به حسابی که گذشتنی پول را میگوید. مادرت بودنش را میفهمد. تا آن ابله فهمیده اعلان میکند که ما کیها از این جایها میرویم. تو به گپهای او گوش نکن. باز به آن سراخی میدرویی. برای هیچ چیز. برای دزدی نه، برای جنایت تو را میکوبد. میدانی دخترت چند نفر رو کشته است؟ پینار؟ این زن چی میگوید؟ تو دمت رو گیر. ما نقشه‌مون رو عملی میکنیم. تو رفته کودک رو گیر. احمقی نکن، باز چخیل کودک. میگوریزی نمیفهمی. کودک دردی سرمون میشود. پسرم رو نگرفته به هیچ کجا نمیروم. عقلت رو کار فرمو. همین که فرصت شد هر دویمون اومده کودک رو میگیریم. مادر، تو پسرم رو نگیرم به هیچ کجا نمیروم. دیگر به اونجا پا نمیگذارید. در هیچ کجا نمیایستید. از اینجا به اونجا گریخته میگردید. حیاتتون به آخر میرسد. آن کودک رو میگیرم و تمام. آن پول رو بهوده با تو تقسیم نمیکنم. باید یگان فایده بیاری. کنی سراغ خونت رو گوی. نمیتوانم در بین با او سرگردان شوم. تیمور تنها به خانه در آمده. کمی به خفا گردان. دیدید خدمتگار و پاسبان از خانه میبراید. این کاری خودش است. معلوم میشود که نقشه دوش است. کمی دیگر به خفا گذاران. انا بینید پینار آمد. دیدید؟ استید. این همون روز است که من برای گرفتن جزدان آمده بودم. آخر در خونه کسی نبود. یعنی آنها در خونه بودند؟ همین طور می نماید ینگه. بخیر وقتی اپی فریده به خونه آمدن من در همانجا بودم. بعد از اون یگان کس نظر آمده است و نبر آمده است. انا بینید بعد از این نوار نیست. پینار و تیمور در خانه تنها مانده. تا آمده یمن. این فرصت برای برابر کردن حسابشان بسنده بود، چون که آنها آن وقت این پولها را حقیقی فکر میکردند. اگر پینار تیمور را کشته باشد معلوم میشود که مادرم در خطر است. پینار به همه چیز قادر است. کمال هم. کمی گران افتاد، اما خوب شد که این سپر آهنین را گرفتم. پینار، اگر حساب این راست رو نگیرم نامم کمال نباشد. شما فرامده به درون دروید. من ماشین رو پنهان در جای دور گذار. کمی دیگر درون درو. به من کارو نشان نده. او رو از دستش داشته به درون درو. کنی مایگر. وقتی که داخل در اومدی صدایت رو نمیبروری. کنی درو. سرده بیا سرده داخل. اینجا بیا. یاری ده. کجا اینجا بیا. به خیر است. با کجا؟ کنی زود در راه.
یاری دیه یگان کس هست بوخیت میکنم دمت را گیر کودک خوبه کیست آنجا؟ ستابیا کیست آنجا؟ محل نکنین آخر کودک خوبه آخر من باید میفهمیدم کمی حالتش دیگر بود او برو محافظت کردن میخواست التماس منو ترک نکنید التماس منو التماس ما خیلی وقت از هم جدا بودیم خیلی وقت بس نیست مگر گذشته رو فراموش میکنیم من رو ببخشید یک چند مدت در بینمان نفهمی بود گذشت هماش گذشت اکنون چی کاری که میکنید قبول میکنم هماش رو قبول میکنم اما من رو ترک نکنید التماس فریده باید روم فریده رو فریده رو اگر به او یکان چیز شود خودم رو نمیبخشم. من نیز گناهگارم فریده. همه چیز رو فروختنشان از همین سبب بود. من هم نفهمیدم. شما این پولها رو در صورت حسابی کی گذاشته بودید؟ سمره چپچین. سمره؟ ینگه سمره مادر پینار نیست مگر؟ بله. این زن در زندان نبود مگر؟ سلیم رو از پی این زن شو. کی از محبس بر آمده؟ هم حسابات بانکی را دیده برا میلش. اگر پول باشد زود محکم نما. خوب شد رفت میزر. امیر باید مادرم را یابیم. کارهای در حق من کرده اون زن را میدونی و از پینار هم خطرناکتر است. پینار رو هم به سرمون آورد و فلاکت را با عیب روی دادم. مادرم را عذاب میدهم. التماس امیر را یاب. میلش ینگه آرام شوید. میلش میابیم. حالا من بریختن رو نشان میدهم. من کوشش کردم که تو را محافظت کنم. تو را نزنن گفته به خودم گپ خریدم. اما تو به خودت بلا خریدی. من رو دیدم. مادر میبینم پشتره برین شده ای. خوش آمدی به نزدی ما. بسیار گپ نزن. ادبی تو رو هم میدهم. زودتر بیار. گیر این طرف گذر. چیه؟ تو برای چی زنگ نمیزنی؟ چرا زنگ زنم؟ چی کار کنی نمیدونی؟ تو خودت چیکار کردنت رو میدونی؟ 10 ساله است آخر او خورده. نباشد گرفته نیسته. دیگر هیچ کسش هم نموند. کمتر پیش پدرش رو هم پراندم. اکنون فهمیدی؟ باز یک جنایت دیگری اینش کودک است. عقلت باشد از او دور باش. تو بسیار گپ زدی. انا کن گپ زدن گیر. کجا میروی؟ مرا در اینجا تنها نگذار. جانت رو خلاص کرده ایستادم. باز چی میخوایی؟
دعا کن که یکون کس تو را یابد. در همه جا هردیشان را میکوبند. شب نشده خبرها میآیند. من باوری دارم اما هم یفت میشود. در حکمی سر خانم 2 روز پیش از زندان برآمده است. پول را هم گرفته است. پس مادرم را باید آزاد میکردند، اما آنها این کارو نکردند. امیز چرا؟ ینگه ایستید. مایلش ایستید. آخر در حال وهمه نکنید. آرام شوید. آخر خواهش آنها پول نبود مگر گرفتند. چرا حاضر وقتی رفتنشان سرشان را در بلا گذارند؟ به فکرم تنها برای تدبیر با خودشان بردند. حساب تینورها هم با من به آخر نرسیده. او مرا عذاب دادن میخواهد. چی؟ آب میخواهی؟ دهانت رو بشویم؟ داد میزنی؟ اگر داد زنی چی شدنش رو میدونی؟ همین طور نه؟ در وقتی نبودنت چی ها شدن میدونی؟ پدرش رو با دستانی خودش کشت. پدرش رو؟ یه رو شوهری پیشتره تو نبود مگر؟ اما بای بیمار بود. بیمار بود اما زنده بود. تو به اون خونه رفتنی پینار. دروغ میگی. جسارت داشته باشی از دخترت پرس. چی شد؟ تو برای چی دهنی او را کشادی؟ تش نمانده است. زهر و نوشد. از بانک رقم های اینترنت رو پرس گفتم پرسیدی؟ فقط نگوی که فراموش کردم. از کجا دانم؟ به خدا فراموش کردم. نه تلفن کردن گیر حاضر. بهوده وقتی مرا نگیر. کودک رو گیر نگفته بودی من میبرایم. حاضر برآمده میروم. بعد اون چیزی رو که نگاه میکنی نگاه کن. خب همون خیلی شود. با من نگر در خانه بوده ها نباید یکان چیز رو فهمند. به این هم تو را در محبت فکر میکنند. نه برآمدم گوی. در کجا بودنش رو نمیدونم گوی. مایلش چی بار فهموندی؟ نفت فهمیدم. خیری دی رو نگرفته بر نگرد. فهمم؟ با چی ها؟ خیریدین در کجاست؟ در بیمارخانه. در نزد شرف. من کودک را میپرسم. من بغیر از آقای خیردین دیگرش را نمیدونم. دیگر نام او را به زبان نو رفت. تمام نیست. با کودک چیکار کردید؟ مانده آمدم سپاریدم. کودک را به یتیم خانه سپردید؟ کاش گیرند. نمیگیرند آخر. کودک این جنجالی را آنها هم نمیگیرند. اکنون گریه میکند، داد میزند، فریاد میکند، مثل مادرش خودش را نگاه و بین کند. اکنون تمام بس است. من نمیبرویم. آخر خودم تنها در آنجا چیکار میکنم؟ با معلمت چی میگویم؟ با من چی؟ این تنبسه تو هم نبرو. پسرم چرا اینقدر داد میزنی؟ بیبی جان با این امینه یک چیز رو فهمونه. پگاه در مکتب نمایش است. همه برای پدرانشان شعر و سرود آماده میکنند، اما امینه نمیخواهد. دخترم تو شعر و سرود رو دوست میداشتی، چی شد؟ آخر پدری ما در نمایش نیستند کو. پدری گنجی نمیزگو نمیهرونه پدری آنها میآیند. ما برای کی سرود میخونیم؟ پدر؟ به شوهرت حتما بیرسان. پدرم تا نزدی در آمد گوی. و تو هم سلام رساند گوی. سرگردان نشود، مرا دستگیر کردن نمیتواند، اما این را از همه خوبتر تو میدانی.
من اگر خواهم میبرایم، من چون که من غالبا مثل حاضره در یک لحظه پیدا میشوم، چون که نفس گلرو را قطع کردم از او را نیز قطع میکنم. از پس من نگردد، کار خودش را کند. این آگاهی آخرینم است. لبه یاسمن. امیر پدرم اومده بود. پدره؟ کشود و رفتن تهدید کرد. امیر از پسم مگردد گفت. خیلی میترسم امیر، التماس خودت را احتیاط کن. تو خواطر نشو جانم. گوش کن، به مادرم گوی که در را برای هیچ کس نکشایند، فهمو؟ من بعد به تو زنگ میزنم. چه واقع امیر؟ در خصوص غالب است. دیروز در خانه در جای کارش همه جا را کافتیم، چیزی نیافتیم. امروز به خانه ما آمده است. چرا آمده؟ چه میخواهد؟ به فکرم ما را میترساند. من در همین جایم کو بیاید مرا دستگیر کنید میگوید. جانم چی؟ از او یگون خبر هست؟ از جانم خبر نیست، اما باید پیش از غالب او را یابیم، وگرنه او هم مثل گلرو میشود. کیست؟ وظیفه داری یا شونه؟ یک دقیقه نمیبرید؟ حالا مساعد نیستم، چی میخواهید؟ در خصوص شناسنامه‌تان خطاگیر شده است، باید شما را بینیم. میلش، البته یک دقیقه انتظار شوید. چرا نمیپوشد؟ چه فهمیده است؟ یک طرف گریخت است. دویده خدایا توفر. آن همین برای تیمور کجاست کار میکند؟ دخترم را او گریزانده است. شو جانم، خواطر نشوید. باز زود یک گروه را آماده میکنیم، جستجو را شروع میکنم. تشکر. من به بچه ها خبر میدم. کمیشنر امیر. شما خوب هستید آقای کمال؟ خوبم. کمک کنید، دخترم به خانم آسیا در خطر است. شما همراه مادرم نبودید؟ نپرسید. پینار چنان با ما بازی کرد که دخترم را دزدید، مرا تهدید کرد. مادرم چی؟ او در کجاست؟ نمیدونم. پینار رو برده است. باز یک نفر دیگر هم بود، من ندیدم. به سرم زد. که بودنش رو نمیدانم، به فکرم تیمور بود. نه، او تیمور بوده نمیتواند. چرا؟ تیمور مرد. چی؟ جسدش را از خانه خانم آسیا یافتیم. رفیق کمیسر، التماس زود باشید. یاری دهید مرا نجات دهید. یگون کس میشنود. یاری دهید به من یاری دهید. امک جان التماس دستایم را کشایید. او را در اینجا کی بسته است؟ نمیدونم، نمیشناسم. التماس یاری دهید. مایلش دو تا.
تشکرم مگه جون. مرا بلنزی پدرم میبرید؟ میبرم. آن چیز در دستت برکنیده. شما چی کار میکنید؟ خاموش میگویم. خاموش باش. خاموش. یاری دیرید. اینجا بیا. یاری دیرید. اینجا بیا. آتو میگویم اینجا بیا. یاری دیرید. یاری دیرید. اینجا بیا میگویم. اینجا بیا. اینجا بیا. من از این پدرت نبرم. خبر میگیرم. اگر اون خبری فهمی به ما زنگ بزن. مایلش انگار گفتم که خبر میدهم، خواطر نشوید. به این هم در اینجا بودنتان فایده ای ندارد. اعصابهایتان خیلی خراب شده است. بله راست میگوید، بهترش با کودک‌ها رفته شنید. ها گفتگی برین، مگر این بیگاه آنها نمایش نداشتند؟ بله راست، تماما فراموش کردم. آخر من هیچ چیز را آموده نکردم. روید ینگه، وقتتان را بیهوده نگذرانید. مایلش تو بود. خیر ینگه. اگر نوشیدن خواهی زودتر نوش، دستم درد کرد. مثل مادرت بوده ای. او هم مثل تو دروغ میگوید. این چی معنا دارد؟ تو بهترش آن پولها رو فراموش کن. برای چی؟ مگر ندیدی؟ وقتی میسنجیم گفتی دست و پایش به لرزه در اومد. بهوده نلق، او این تر نمی کند، او مادری من است. پینار، سنجیدن بی پول است. کامپیوتر در نظرت است. شده بین؟ تجربه چندین ساله هم میگوید که آن حساب خالی است. دیگر از من آب طلب نکن. آب راهی پیشون اکنون نوبت به بهترین خواننده صنف 3 امینه افگل سرود را پیشکش شما میکند که به پدرش بخشیده است. بیا امینه. نمیخونم آخیر. اگر نخونی نخون، من هم نمینوازم. به این هم نمینوازی. ای بی تو شد، الهامم را کشتی. ها بچه ها، سلام. تو من مادری پینارم. شناختم. فراموش کردن ممکن است. خانه‌مان را ویران کردیم. کاش دیگر تو را نمیدیدم. تو باز به نزد درم آمده است. تو چی ها میگویی؟ چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ با من نگر. من نواز از خانه بر اومدم. به جستجوی دخترم اومدم. از دختر تو هیچ خبری ندارم. دخترت به خاک خونک رود. انشالله به 7 قبض زمین میدارد. خبری مرگ دخترت رو شنوم. فهمو با زبان بیام. با زبان بیام. خانم نباید آرام شوی. مایلش گوش کن. من نیتی بد ندارم. مرا نادرست فهمیدی. تنها دخترم از ندیرم را میکوبم. من از دختر تو خبری ندارم. کلی پیشتر رو اگر کابی ندیرت رو میابی. به دیرون پرتفتم. راه گرد. راه. چی شده؟
برای بردنی نبیرهاش آمده است. کی؟ پینار گفته بود که با فکرم مادرش. در کجا؟ آن رفته ایستاده است. ببخشید. خوش دامنم پسری پینا رو به یتیم خونه سپریده است، اما با کدومش نمیدونم. مایلش تشکر به شما. این چیست؟ کد رو گرفته است. باز ندادم بگوید. با من نگاه. Miss! Police! استید صبر کنید، کمی آهسته ترونید. التماس است پس این تاکسی روید. زودتر. خوش دست سلیم، باید کاری کرده آن مخبر را یابیم. آخر گلرو در زیر حمایه امان بود، اما غالب جای امان را میدانست. معلوم می شود که نفری به غالب خبر میرساند. خب لیکن اون خونه رو هر کس نمیدونست. خب کارمان آسانتر است. تو حالا تمام قیدهای تلفن و کامراهای خانه غالب را زیر نظارت گیر. فهمیدی؟ اگر یگان نفری شناس را یافتی زود به من خبر ده. فهمیدم رفیق میذار. لبا ینگه. امیر، در نزدیکی خانه مادر پینار را دیدم. با یک تاکسی نشست. من از پسش هستم. او را از نظر گم نکنید ینگه. رقم ماشین را با من گویید. 34 ته 26. فهمیدم ینگه. در کجایید؟ من گروه را با آنجا میفرستانم. از ساحل به طرف سریع میروید. ینگه کوشش کنید خودتان را نشان ندهید. من زود به آنجا میآیم. مایلش امیر، زودتر. Atilla, از پسم هستن اتیلا. با کجایی نروم از پسم میگوید. معلوم می شود که دیگر جای گریز ندارم. آدمانی غالب مرا دستگیر کرده میکشند. از گریختن مانده شدم اتیلا. این کارو به آخر میرسونم. یا او یا من. از هر دویمان گردن یکی حتما بریده می شود.